رادیو آزادی با مدد کاربران هویت یکی از تاجیکان کشته شده را در بلگراد معین کرد. پیوندان احسان امینزاده یا احسان تاج‌الدین شهروند 24 ساله تاجیکستان که در تمرینگاه بلگراد روسیه کشته شده است میگویند او در طربخانه بر اساس پتنت کار میکرد و نیتی به جنگ رفتن نداشت. آنها ادعا دارند که او روز 10 اکتبر در نزد متروی لیوبلینای مسکو گم شده بود و خبر مرگش را 16 اکتبر مقامات روس رساندند. تاج‌الدین امینزاده پدر احسان که در حکومت ولایت ختلان کار میکند روز 17 اکتبر در تماس تلفنی خبر مرگ پسرش را تصدیق کرد، اما گفت حالت روانی برایش امکان نمیدهد که درباره پسرش حرف زند. فیروز امینزاده برادر احسان امینزاده روز 17 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی از مسکو گفت او 7 ماه پیش به روسیه آمده در یک طربخانه کار میکرد. او گفت برادرم شهروندی روسیه را نداشت و با پتنت فعالیت داشت. حالا مرا به پروکراتورای حربی دعوت کردند. نمیدانیم او چی خیل در بلگراد پیدا شد. برادر من نه تروریست بود نه چنین فکر داشت. یک مهاجر عادی بود که میخواست کار کند و زندگیش را بسازد. امینزاده گفت برادرش روز یکشنبه گذشته 10 اکتبر بعد از کار گفته است به نزد دوستانش می رود و به همین تلفنش خاموش شده است. او گفت برادرش شخصی متعصب نبود. یک دوست احسان که نخواست نامش را ذکر کنیم در صحبت با رادیو آزادی گفت او هیچگاه قصدی به جنگ رفتن نداشت و میخواست زودتر پول کار کند و به تاجیکستان رفته با دوست داشته‌اش ازدواج کند. او گفت همه ما به شوک افتادیم، او را میکافتیم و فکر کردیم شاید به نزد کدام شناس یا به تاجیکستان رفته است. نیت داشتیم اعلان دهیم که او گم شده است. عقیده افراطی نداشت و مثل جوانان دیگر بود. اگر سخت دیندار میشد در رستوران کار نمیکرد. حمله در تمرینگاه بلگراد روز 15 اکتبر امسال روی داد و مقامات روسیه آن را کار دو زاده یک کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل و حمله تروریستی خواندند. الکسی ارستوویچ مشاور ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت حملگران از تاجیکستان بوده بعد بحث بر سر دین به سوی همخدمتان خود آتش گشودند. مقامات تاجیکستان میگویند دست داشتن شهروندان کشور را به حمله به بلگراد تحقیق دارند. طبق اطلاع وزارت دفاع روسیه در این حادثه 11 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. آنها را در دایره معرکه بسیج موبیلیزاسیون یا سفربرکنی نیروهای احتیاطی به ارتش روسیه دعوت کرده بودند.